کس برادر عزیز این نیست که برای مردم آن چیزی که فرموده های آسمانی است با آنها گفته گذاریم. ببینین در همین دوام دعوت چی سرزنش ها میشنوی، چی مشکلات ها در روبرو میشه، چی سختی ها در روبرو میشه. اگرچند که یک ذره که برادرها احترامت کنن، یک جا که گرم در جا کنن، یک شرایط هم که تیان، اینم برادر عزیز با دنبالش یک سختی ها و مشکلات های داره که این خوردگیات هم از زهر کند میشه. ولی به هر حال هم باشد این عزیزای خدا وقتی راه دعوت پیش گرفتن با چی میگفتن؟ میگفتن الحمدلله الذی جعلنا من الناصحین. خدایا سپاس میگیم تو را، ما چی بنده نیکبخت بودیم که ما را نصیحتگر در بین مردم آفریدی. با همین قدر رنج، با همین قدر مشکلات، با همین قدر سختی با شکرگزاری الله را میکنم که خدایا چی راهی نیک در تو مرا سفربر کردی، چی راهی نیک در برای من تنصیب. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز، من فکر میکنم، گمان من همینه که این انبوهی که آمده است همه این از برکات امر به معروف است، این از برکات نهی منکر است. عزیزای خدا میگفتن زبان ای برادر در دهان چیست؟ کلیدی دری گنج صاحب هنر، دری که بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلوه. این دهان برادر از معنی را ندارد. اگه در مردم ما یک عادت شده، اگر همین تا کلک تا پایان کنیم خم کنیم هیچی نگوی، بسیار مرده که خوبه میگن، تماما گپ نمیزن. ولی اگر این مرده که خوب میشد، او حضرت بیچاره شب و روز چقدر رنج ها کشید. یک بار همین اینترنت در آید و همون دعوت شهر طائف شب خونیم. با خدا اگر دلت سنگ باشه آب می شود. همون یک سفری که طائف رفت مردم را چکیز، اینجا ما آمدم این پیشواز بین، این محبت بین. او حضرت پیشوازش با سنگ ها بود. او حضرت تمامی بدنش خونشار شد. زید که همراهش بود میگه من خونها را از تنش میشکیدم، میترسیدم که اگر خونش در زمین بزنم قهر خدا شاید دنیا را چپا میکنم. دعوت او این بود برادران عزیز و گرامی. زنده هاست هر نفری که ما هستیم یکدیگر را آگاه کنیم از دعوت. برادر عزیز، با یگان سیاست دنیا دعوت تاثیر منفی نمیرساند. اینجا اگر ما حاضر یک ساعت در رو برای شما ایستاده گپ زنم که همین را بگیرن انالیز کنن بسنجن براین، آیا با همین دولتدارای چی روسیه باشد چی حکومت ما باشد چی ضرر دارد؟ وقتی من میگم بچه های عزیز راه های بد نرین، بچه های عزیز عرق ننوشین، زنا نکنین، پدر و مادراتون آبی چشمشون جاری نکنین، زن و فرزندکاتون نگاه کنین، وطنتون دوست بدارین، در حق آبادی وطنتون دعا کنین. چی جای زیانه نمازکات بخون. این کلوبه هایی که تنس پنس بلا بطر بچه نره. آیا این برای همه جامعه این سخنها در کار برادر عزیز؟ از این لحاظ میایم به سر آیتی که من خواندم. اکو وقتی زیاد کنم من نگیرم، ما خودمونم اکو منت پیش خدا نشد خسته شدیم. خیلی سفر ما طولانی بود. این هفتهش یا این دفعه بگیم سفرها خیلی طولانی بود، لیکن الحمدلله رب العالمین خدا را شکر گذاریم که برادرای ما وقتی میبینیم شون انشاءالله بچه های اصلاح شدن در قلبکاشون همین اندکه کم که باشد ترس خدا دارن، همیشه هم شکر برادر عزیز. برای همین ما از آمدن و از اشتراک و از نزد شما اگر چنده که کمی ماندگی هم که احساس کنیم که این چهره های تازه و زیبای شما را میبینیم و خدا میگیم نه آمدیم، هیچ چیز دیگه احساس نمیکنیم. آیتی را که برادران عزیز من خواندم، مقصد من از این آیت هم این بود که الله مهربان
چه مردها و چه زنها را با یکدیگر دوست می‌خوانند. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. خدای مهربان میگه مؤمن ها به مؤمن ها مهر دارند، محبت دارند، یکدیگر را دوست می‌دارند. اگر برادر عزیز سری حقیقتا مؤمن بیاییم، سری ایمان اگر صحبت کنیم، سری اسلام اگر ما و شما صحبت کنیم، این همین خیری که حاضر در بین شما جمع که را بین از همه منطقه در این داخل برادر عزیز وجود دارد. نابسته اینجا اگر بایا هم باشد کم بغلا هم هست، اینجا تنی صحت دارا هم باشد بیمارا هم هست، ولی همه شما را جمع کردگی برادر عزیز انا اون ایمان هست، انا اون اسلام هست. ما این هم شکرگزار الله مهربان هستیم که خدای مهربان برای ما و شما از همه بالاترین نعمتش این دین هست برادر عزیز که خداوند برای ما و شما داده است. از این لحاظ مقصد منم چیه که وقتی خدا که شما را میگه مؤمن دوست می‌دارد، حرکت کنید که از همون مؤمن هایی که دوست می‌دارد مؤمن از زمره همونها باشه. اگر از زمره مؤمنی که مؤمن قطعی موافقه نکند، مؤمن اگر دوست ندارد، برادر عزیز عکس این میشود، دیگر در ایمانی تو در اسلامی تو بسیار خلل و شبهه زیاده داخل می شود. وقتی خدا که گواهی کرد مؤمن دوست می دارد، مؤمن باشی، مؤمن دوست می داری. اگر برادر عزیز دوست نداشتی، برای تو ممکن است احساس خطر که احتیاط کن که دوست نداشتن یک برادر مسلمان علاقه این آیت عکسش به سر تو می آید. یعنی در ایمان داشتن تو دیگر شبهه وجود دارد. برادران عزیز و گرامی، من از این سفرهایی که کردم زیاده قریب از 10 شهر، خب خدای مهربان که امکانیت برای ما داد، این شرایط برای ما داد، ما و شما که در این باب بیشتر من در بین برادرای تاجیک خودمان همین بی‌مروتی را دیدم، احترام نکردن یکدیگر را دیدیم، در نسبت یکدیگر اینقدر حسد، در نسبت یکدیگر اینقدر بغض، در نسبت یکدیگر اینقدر فروختن یکدیگر، مسابقه در چهار تنگه افتن، چی بدبختی های همه همین ها را برادر عزیز اگر جمع کن، چیزی که از هر همین بدبختی هایی که من گفتم جمع کن، در ابتدای سری راه همینا نفس نیست. چگونه ای که الله مهربان این النفس لاماره بالسوء میگه، نفس دشمنی سرسخت شماست، انا همون نفس شما را به همین احوال آوردگی، شما را به محله ها تقسیم کردگی، ببینید شما را با یکدیگر بدبین کردگی، در امکانیت اندکی که برای که شما پیدا می شود، خب بر علیه یکدیگر چی قوه ها را استفاده میبرید، چی قدرت ها را استفاده میبرید. از این لحاظ برادر عزیز و گرامی، من برای شما این قدر میگم، همین جلال الدین سیوطی یک سخن زیبا دارد،